فوتبال و قبل شروع نمیشه حدس زد، ولی به نظرت میتونی حدس بزنی این عکس حاصل کثافت کاری کیاست؟ از من نشنیده بگیر، ولی اگه با هم بودن خطرناکترین خط حمله تاریخ شکل میگرفت. درست گفتی، این داشمون ترکیب مسی و نیمار و رونالدوه. اگه قبلیو نگفتی مهم نیست، این یکیو بگو. یکیشون شرکه ولی نسخه مودارش، یکیشون هم بیشتر از فندک قرض میدن. از بس قیافش عجیبه که فکر نکنم بتونید حدس بزنید. جواب فیلیکس و هالند دهن سرویس بودن، ولی با این قیافه حتی ننه باباشونم نمیتونستن بشناسنشون. این یکی دیگه خیلی ساده است، حتی یه مدتم با هم تیمی بودن، ولی هیچ وقت برای هم دوستای خوبی نبودن. یکیشون قبلا تو همین ویدیو ترکیب شد و نزدیک بود مصدوم بشه. آماده ای؟ 3، 2، 1